دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. نیم ساعت پیش آپدیت جدید برنامه شیر خورشید اومده که توی این آپدیت یه اسکنر به برنامه اضافه شده که شما دیگه نیازی نیست خودتون آی پی وارد کنید و خود برنامه میگرده و بهترین آی پی واسه شما ست میکنه. بریم توی برنامه تا من بهتون دقیق بگم که بعد چه کار کنید. موقعی که موقعی که وارد برنامه میشید روی گزینا بزنید و روی گزینه‌های بیشتر. اینجا زبان رو اولا فارسی کنید. خب حالا بیاین توی گزینه‌های بیشتر بیاین پایین پروتکل اتصال بزنید. قبلا ما پروتکل اتصال رو روی فرانتینگ CDN میذاشتیم، ولی الان با وجود اسکنری که به برنامه اضافه شده روی خودکار میتونید بذارید و اگه دیدید وصل نمیشه بیاین روی فرانتینگ بذارید و از روی آی پی لبه ها آی پی های خودتون رو اد کنید. ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که فعلا روی خودکار یا پیشنهادی بذارید و قسمت این آی پی های لبه CDN رو خالی بذارید. نام میزبان هم دیگه نیازی نیست بذارید. اما اگه این پروتکل کار نکرد، پروتکل رو روی فرانتینگ CDN قرار بدید و آی پی های خودتون رو اینجا بذارید و نام میزبان هم باید اسم یه سایت باشه، مثلا snap.ir یا ورزش3.ir. حالا اگه توی این آپدیت جدید این پروتکل خودکار واسهتون کار نکرد، من یه آی پی اسکنر بهتون معرفی میکنم که خودتون به صورت دستی آی پی هاتون رو تست کنید و ببینید کدوم واسهتون فعال میشه. روی آی پی های لبه CDN کلیک میکنید. اینجا بعد آی پی هاتون رو قرار بدید. حالا من این آی پی رو پاک میکنم، میرم داخل چنل خودم، آی پی هایی که قبلا گذاشتم برمیدارم. بله. حالا شما به جایی که به این همه این آی پی ها رو اینجا پیست کنید و زمان زیادی وایسید واسه متصل شدن که کدوم یکی از این آی پی ها واسه شما کار میکنه یا نمیکنه، من یه فایل index.html داخل همین چنلم قرار دادم. اینو دانلود کنید. این یه اسکنر آی پیه. وقتی واردش میشید تمام اون آی پی ها رو اینجا پیست کنید و تایم اوت رو روی 10,000 بذارید و شروع اسکن رو بزنید. بله، میبینید که از اون 41 آی پی 23 تاش واسه من متصل بود. توی ویدیوی قبلی من بهتون گفتم که کدوم یکی از این آی پی های متصل رو ما داخل شیر و خورشید بزنیم که احتمال 99% کانکت باشه واسمون. بهتون گفتم که چجوری به آی پی طلایی خودتون برسید که حالا فایل متنیش هم داخل چنل من گذاشتم، میتونید یه مطالعه کنید. بله، این فایل متنیشه. گفتم که برین داخل این سایت و آی پی خودتون رو ببینین و بر اساس آی پی خودتون یکی از این آی پی متصل رو بردارید و داخل شیر و خورشید بزنید. خب حالا من میام همشون رو کپی میکنم اینجا، میرم داخل شیر و خورشید و روی آی پی های لبه اینجا جایگذاری میکنم، تایید رو میزنم و حالا نام میزبان شما باید اسم این سایت رو بنویسید. حالا من قبلا نوشتم ورزش3.com، شما میتونید رو پاک کنید، مثلا بنویسید snap.ir یا هرچی، فرقی نمیکنه. تایید کنید و روی شروع بزنید. اگه دیدید بازم کانکت نشدید اینو متوقف کنید، یه بار گوشی رو روی حالت پرواز بذارید و دوباره روی شروع کن کلیک کنید. من دیدم یکی از دوستان نوشته بود که من وقتی میخوام گوشیمو روی حالت پرواز بذارم اینو متوقف نمی‌کنم، یعنی همینطور که در حال اتصال به تونله اینو یه لحظه روی حالت پرواز میذارم و برمیدارم و منتظر میمونم که بس شه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من آی پی های بروز رو هر روز داخل چنل قرار میدم و اگه دیدید بازم اون آی پی واسهتون وصل نشد، حتما این فایل تکستی که اینجا گذاشتم مطالعه کنید، وارد اون سایت بشید که گفتم و آی پی خودتون رو ببینید و بر اساس آی پی خودتون یکی از اون آی پی های متصل رو بردارید و داخل شیر و خورشید بزنید. این روش دیگه 99% از باگا رو برطرف میکنه، اما بازم بستگی به منطقه خودتون داره که وصل میشید یا نه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.